در ملاقات پرزیدنتان تاجیکستان و شورای اروپا در دوشنبه موافقه حاصل شده است که دو جانب روند تهیه سازشنامه توسعه یافته شریکی و همکاری میان تاجیکستان و اتحاد اروپا را آغاز می‌بخشند. دونالد توسک پرزیدنت شورای اروپا در صدر یک هیئت بلندپایه اروپایی 30 می در دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو انجام داد. هدف اصلی این سفر بررسی استراتژی نو اتحاد اروپا برای آسیای مرکزی میباشد که تاجیکستان یک بخش این برنامه به حساب می‌رود. ما استراتژی نو اتحاد اروپا برای آسیای مرکزی که سال جاری قبول می شود استقبال نمودیم. نقش همکاری‌های گومانیتاری در روند رشد رابطه‌های تاجیکستان و اتحاد اروپا خیلی مهم دانسته شد و جانب‌ها ضرورت تقویت و گسترش بیشتر آنها را بار دیگر تاکید کردند. این استراتژی به قول اروپایی‌ها با هدف رشد و شکوفایی آسیای مرکزی عمل می‌کند که همکاری‌های نزدیک دو قاره در بخش‌های سیاست، اقتصاد، صاحبکاری و تجارت، تغییرات اقلیم و اینچنین اصلاحات در بخش حقوق بشر را در بر می‌گیرد. سفر پرزیدنت شورای اروپا به تاجیکستان در حالی می‌گذرد که سازمان‌های حامی حقوق و فعالان جمعیتی حکومت این کشور را برای محدودشوی آزادی بیان و حقوق انسان تنقید می‌کنند. در رابطه با این موضوع توسک گفت که موضوع حقوق بشر یکی از مسائل مهم مورد بررسی آنها در مذاکرات با پرزیدنت رحمان بود. در تاریخ پولشا و تاجیکستان عمومیت‌های زیاد است، از جمله مبارزه کشورهای ما برای آزادی. حقوق بشر بخش اساسی این تاریخ است. هدف عالی هر یک سیاستمدار تأمین امنیت و اینچنین حقوق بشر و آزادی ها می باشد. برای رسیدن به این هدف نیرو، جسارت و اراده مثبت لازم است. جناب پرزیدنت، شما همه این را دارید. در ادامه دونالد توسک از نقش امامعلی رحمان در ثبات سیاسی نه تنها تاجیکستان بلکه منطقه ستایش کرد. پرزیدنت امامعلی رحمان هم در اظهارات خود در برابر مطبوعات مختصر گفت که جانب‌ها با مکالمه تاجیکستان و اتحادیه اروپا عاید به حقوق انسان توجه مخصوص ظاهر نموده آمادگی خود را برای ادامه آن ابراز نمودند. در اظهارات پرزیدنت تاجیکستان گفته شد که در جریان مذاکرات جانب‌ها با موافقه رسیدند که روند تهیه و امضای سازشنامه توسعه یافته شریکی و همکاری میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا شروع شود. یک بخش مهم این همکاری‌ها کمک اروپا در صادرات مال تاجیکستان به این قلمرو خواهد بود. به قول مقامات اتحاد اروپا با عنوان کشور همکار تا سال 2015 به تاجیکستان در حجم 500 میلیون یورو کمک کرده است. در چارچوب استراتژی نو اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی برای کمک به تاجیکستان در ساحه‌های رشد محل، تندرستی و معارف، لایحه‌ها با مبلغ زیاده از 250 میلیون یورو تطبیق می‌شود.